با شیفت سرعتی نمیره. این کیه دیگه؟ پدوفیل مادر هولیش کاتانا گرفت. آدمو سگ بگیره جب نگیره. این اتاق من مادر. شما دوتا چه گول پیکر یا هست؟ امیر تو رو خدا واسش خدایی ایزی بود. آقایون خانوما به من عاجز کمک کنید. علیله اوه نینجای عنکبوتی. تو چقدر نمکی کن. من الان هیچ استوری بازیش نمیدونم، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که بازی خوبه. اوش سگ چی حالم از این بازی کی بیشتر از من برات میمیره، کی مثل من بدون. آمدی اینجا کی؟ What the fuck نزن کو وایسا جون دوم دارم. نمیفهمم این چه گیمه تو. بگیر داره قلقش کم دستم میاد. باچه یارو چه گویی خوب. دریم وایسا بیا جلو ببینم. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people. اوش یس خدایی این باس کشتن لایک نداره. تو کی دیگه؟ ببینین این خانومه از ما یه دونه میگیره که اون رو میتونه تبدیل کنه به معجون. بعد اگر ما هر چی دونه بیشتر جمع کنیم میتونیم معجونای بیشتری داشته باشیم. حالا شاید بپرسین کبیر دونه ها رو ما چجوری باید جور کنیم؟ معلومه با کون پاره. یعنی این همه ما خودمون رو پاره میکنیم، یه باسو میکشیم تا آخر یه دونه بهمون دونه بده. انقدر این دونه کمیابه. باچه این شبیه اونی نیست که دختره رو دزدی؟ هرچی شهر آتیش گرفته بعد تو اینجا نشستی؟ مردی؟ وایسا یادتونه موقعی زدن باس قبلی چقدر سگ و منو اذیت کردن؟ چندین بار پریدن رو سر و کلم که نذارن من اون باسو بزنم. خب قراره برم سراغشون ولی نباشم شیر. بهتون پیشنهاد میکنم اگه با کسی مشکل دارین حتما برین آتیشش بزن. صدای چی بود؟ علی گیر کرده یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.
شما هم اینجایین؟ خیلی خیلی خوشحال میشم اگه چنل رو همین الان سابسکرایب کنی. با این کارت یه لطف خیلی بزرگی در حق من کردی. منی که تازه یوتیوب شروع کردم با این کارت خیلی انرژی میگیرم. سابسکرایب کردی؟ دمت گرم. بریم سراغ بقیه ویدیو. آسون بود چی یه بار هم سرش نمردم. شورون باش تو رو خدا. شاید باورتون نشه ولی ما هنوز 20% از این بازی هم جلو نرفتیم. این یعنی سکیرو کلی باس و لحظه‌های خفن داره که شما میتونین باش سرگرم بشین. اگه دوست دارین که پارت 2 این بازی رو بسازم حتما ویدیو رو لایک کنین و زیر همین ویدیو کامنت بذارین که کبیر بریم برای پارت دوم. من کبیر هستم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین.